خب امروز اینی رقم یک رجیستریشن فرم را کریت میکنیم که چی رقم جور میشه. میایم با ویس کود ما یک فولدر جور کردیم با نام لاگین فرم و دی دو فایل میگیریم، یک به خاطر HTML و دیگه به خاطر CSS. index.html و یک فایل هم style.css. میایم با HTML و دیگه ندایه نوشته میکنیم. ندایه که نوشته کردی انتر پرس کن. صحیح شد. حالا در قسمت هر چیزی که نوشته میکنین، مثلا ما دیجا این رجیستریشن را کافی میگیریم، دیجا نوشته کردیم رجیستریشن فرم. صحیح است، یعنی تایتل شد. میایم در بادی و در بادی دیجا نوشتم یک دیپ میگیریم و دیپ که است ما دیجا یک کلاس میگیریم، شما آیدی میگیرین هر چیزی که میگیرین و دیجا نوشته میکنیم ریپر. یک کلاس دادیم که نوشته کردی انتر پرس کو، انتر که پرس کردین هم دیپ کریت میشه و هم داخلی دیپ یک کلاس جور میشه. دیجا h2 گرفتیم و در h2 داخل دیجا رجیستریشن نوشته کردیم و دیجا هم فرم نوشته میکنیم و در فرم در قسمت یک دفعه میبینیم که 1 2 3 4 5 6 اوکی. دیجا نوشته میکنیم input ضرب 6 یه رقم میکنیم کنترل زد. دیپ میگیریم، هر اینپوت که است در یک دیپ میگیریم. دیگه نوشته میکنیم که 6 تا دیپ باشه، 6 دیپ بیایا و در هر دیپ داخل کلاس کریت شوه به نام input باکس. هر دیگه میبینین دیمو دیگه یعنی دیگه بریتمیتا یعنی ابریویشن، اینی چیزی که نوشته کردیم مخفف از یعنی مخفف اینی چیزی هست، یعنی دیپ کریت میشه و داخل دیپ هم دیگه input کلاس. خب ما میگم input کلاس که است input باکس شد، ولی ما میگم که دی داخل که است چی بیاید input بیاید. دیگه نوشته میکنیم که داخلش input بیاید انتر. میبینین این شارتکتش از دایرکت کریت شد. ولی من میگم که پلیس هولدر داخلش بیاید، از کیبورد کنترل آلت بگی، کنترل آلت گرفتین داونی رو کی را پرس کو و یک سپیس و دیگه نوشته میکنیم پلیس هولدر. دیگه نوشته میکنیم enter your سایستا enter your و ایره هم از کیبورد ویندو کی پلاس لیفت رو کی و دیگه هم این طرف میاریم. ایره به خاطر این طرف آوردیم که دیگه برای ما معلوم شود که اول که است دیگه نیم نوشته کردیم. صحیح است. و دیگه که است ایمیل است و دیگه شم دیگه نوشته شده دوم سیوم که است کریت است سی اوکی CREAT اوکی کریت پاسورد و دیگه پایین نوشته میکنیم کنفرم پاسورد. صحیح است. کنفرم پاسورد. صحیح شد. صحیح است. اوکی کنفرم صحیح شد و در قسمت که است دیگه که است چک باکس است. اینی را خود چک باکس باز ضروری نیست کی باشه. دی تکست که است چی نوشته کنیم دیگه چک باکس نه چک باکس کی چک باکس بیاید و دیگه این اولی که است این نیم است تکست است و دیگهش ایمیل است دیگه نوشته میکنیم ایمیل و دیگه پاسورد دیگه باید نوشته شود پاسورد. دیگه هم پاسورد است دیگه پاسورد نوشته میکنیم. صحیح شد. این چک باکس شد و دیگه هم در دیگه که است بعد از چک باکس بٹن است و در بٹن که است چی ضروری نیست پلیس هولدر دیگه نوشته میکنیم سابمیت. سفر کنترل اس میکنیم رایت کلیک اوپن وید لایو سرور و دیگه ریزلت هم شو میشه. هر بروزری که دیفالت سیت کردین دمو چی میشه اوپن میشه. اوکی این خوشایی شد. بعد از بٹن که است بعد از بٹن چی است دیگه دی already have account login و ایره میاریم و دیگه نوشته میکنیم که یک دیپ میگیریم یک کار میکنیم در قسمت که است کنترل آلت داون رو کی هم تو پرس کو که ایره ما یکم ای طرف میبریم. صحیح است. و ایره هم یکم ای طرف لیفت میبریم تاکه کوড به شما معلوم شود. صحیح شد. اگر ایره هم یکم ای رقم کنیم بالکل صحیح شد و ایره هم اوکی صحیح است. دیگه یک دیپ میگیریم div یک دیپ گرفتیم و دی دیپ که است کلاس نوشته میکنیم txt یک کلاس دادیم. چرا txt به خاطر که دیگه ما تکست میگیریم ایدی تکست و به خاطر ایرا تکست گرفتیم. میبینید دیگه اینی
تکس آورده شد. این لاگین که است این یک لینک دوجه لینک است، این ما کنترل اکس میکنیم، انکر تگ میگیریم و داخل انکر تگ دیجا کنترل وی یک لینک چی شد کریت شد. و دیجا هم ای پالیسی که است در دیجا میم و اینی پالیسی اینی را ما کافی میکنیم و دی چیک باکس است نه اینی چیک باکس تا کجاست دی چیک باکس و دی چیک باکس که است دیجا هر چیزی که نوشته میکنیم مثلا نوشته میکنیم h3 و داخل h3 را نوشته کردیم صحیح شد. و دیگه که است اینی چیک باکس دیجا اینی چیک باکس شد و دیجا هم در اینپوت دی کلاس و دیجا دو کلاس پر سیت میکنیم. یک کلاس سیت میکنیم بٹن صحیح است یک بٹن شد و یکیش هم اینپوت باکس شد صحیح شد دو کلاس شد این صحیح شد. و دیگه این پالیسی که است بای یک استایل دیگه پالیسی اینی دیجی قسمت اینی I accept all terms and condition یک پالیسی است دیجا ما یک کار میکنیم این کلاس رو ریموو میکنیم و بجایی که است دیجا پالیسی نوشته کنیم من یک کلاسی دیگه بر سیت کردیم صحیح شد. خب کار HTML خلاص شد. کار HTML اینه بود علی میم به CSS و د CSS که من CSS فایل دیجا باید لینک شوه. CSS فایل که لینک میکنین LING نوشته کنین انتر را پرس کنین که انتر که پرس کردین دایرکت چی میشه اینی یعنی لینک رل استایل شیت HTML نوشته میشه. دات سلش نوشته کو دات سلش به این معنی که index.html فایل که دو کدام فولدر است دو فولدر هر چیزی که باشه بری ما لیست کو یعنی دو فایل لیست که ما برش میگم اینی CSS را لی کار داریم. من بس CSS و د CSS که آمدین دی جمع نوشته میکنیم که start و start کدام سلکتور است inversional selector و د inversional selector دی جمع نوشته میکنیم 0 و دی جمع نوشته میکنیم padding کشم چی باشه 0 باشه. وقتی که padding مارجن 0 دادین ای به معنی که اینی الیمنت که مثلا در این قسمت در index.html هر الیمنت هر چیزی که گرفته شده باشه یا باشه او را از مثلا چی باشه padding و مارجنش 0 باشه میبینین در تاپ رفت صحیح شد. و دیگه نوشته میکنیم باکس سایزینگ که است بارڈر باکس کو اگر کدام پونت فامیلی را اپلای میکنیم پونت فامیلی را هم اپلای کرده میتونین مثلا پونت فامیلی ما کرسیو را اپلای کرده میبینید کرسیو این رقم شو میشه شما هر یعنی پونت فامیلی که اپلای میکنین اپلای کرده میتونین. دیگه نوشته میکنیم که ماکسیمم هایت ای باید داشته باشه ماکسیمم هایتش چقدر باشه 100 VH باشه و دیگه میگم که دیسپلی مینیمم صحیح است گفتم صحیح است مینیمم صحیح است اما گفتم ماکسیمم نوشته کردیم مینیمم صحیح است بالکل مینیمم ضرورت است که مینیمم باشه. و دیسپلی شده دیگه نوشته میکنیم که دیسپلی پلکس شوه دیسپلی که پلکس نوشته میکنیم دیسپلی را پلکس کردیم و دیگه میگم که الاین آیتمز چی شوه الاین آیتمز د سنتر بیایا و جسٹیفائی کنٹین که است ای هم چی شود سنتر بیا سفر کنترل اس میکنیم ای بالکل در سنتر می آید و یک بیکگراوند کلر را سیت میکنیم بیکگراوند کلر که سیت میکنین سیمپل بیکگراوند کلر نوشته کنین بیکگراوند کلر که نوشته کردین اینی بلو را میگیریم کنترل اس اوکی یک کار میکنیم دیجا میگم که دیجا اینی کلر اوکی دیجا نوشته میکنیم که 70 و دیگه که است F5 اینی بیکگراوند کلر که است اوکی و دیگه هم اینی را 4 میکنیم بالکل این صحیح شد. آره میم دیگه پایین که است دیگه ما یک کلاس گرفتیم مین کلاس که است رپ اینی را کاپی میگیریم و میم دیگه نوشته میکنیم رپ آره با رپ که است دیگه نوشته میکنیم که رپ پوزیشن که است پوزیشن چی باشه پوزیشن ریلیتیو باشه پوزیشنش ریلیتیو باشه و ماکسیمم ویدت که است ماکسیمم ویدش 430 شوه 430 این رقم معلوم میشه و دیگه که است وید برش میتیم که ویدش 100% شوه و دیگه برش میگم که بیکگراوند ای باید یک بیکگراوند اینی یعنی هر چیزی که دی واسطه اینی ایکولش یک بیکگراوند داشته باشه و بیکگراوند کلرش وایت شوه سیمپل وایت هم اگر نوشته میکنین یا مثلا هگزاویلیوش FF نوشته میکنیم سیمپل اردویش یک گفت است اوکی
بک‌گراند کلر ست شد. دیگه نوشته میکنیم این پدینگ داشته باشه، از چهار طرف پدینگ باید بگیره، مثلا 35 پیکسل پدینگ بگیره. پدینگ هم گرفته شد. پدینگ که چقدر که ضرورت است 30 40 چقدر که نوشته میکنیم خوب معلوم میشه ام رقم یعنی ست کو برش. نوشته میکنیم بارد ریدیوس بگیره. بارد ریدیوس که است 1 7 10 یا 20 چقدر که میگیرین. مثلا ما نوشته کردیم 6 پیکسل 6 پیکسل که است بارد ریدیوس بگیره. و باکس شادو هم باید داشته باشم که اولش که است با x هست یعنی هوریزونتالی و دیگهش ورتیکالی. دیگه نوشته میکنیم 5 پیکسل و 10 پیکسل و RGB برش سیت کردیم. RGB گرین را سیت میکنیم 00 یعنی یک باکس یعنی چی میخوایم که بلک کلر را سیت کنیم. دیگه نوشته میکنیم 00 و الفا دیگه نوشته میکنیم که 0.2 سفر کنترل اس اوکی یک چیم گرفت. و دیگه که هستم میم به اینی کود و دیگه دی کود که هسته دیگه میگم که اوکی دی اینی قسمت اینی که رقم زوم اوت میکنیم دیگه اوکی H2 که هسته در ریف دیگه میگم که در ریف اینی ریپ را کاپی میگیریم کنترل سی و دو H2 هست به H2 بین H2 که هست به استایل سیت میکنیم دات ریپ H2 اوکی دات ریپ H2 دیگه میگم که پوزیشنش چی باشه. دیگه نوشته میکنیم پوزیشنش پوزیشن ریلیتیو شوه. اینی H1 که H2 که معلوم میشه اینی H2 که است اینی H2 به استایل سیت میکنیم. یعنی دیگه اگر میبینید دیگه یک ستایل داده شده به خاطر دیگه میم اینی پوزیشنش ریلیتیو شوه. فونت سایز هم برش سیت میکنیم. برش میگم فونت سایزش که است 22 پیکسل شوه. 22 پیکسل بالکل صحیح است و نوشته میکنیم که فونت ویتش چی شوه ای 600 شوه و کلر یک کلر داشته باشه و کلرش چی باشه کلر 3 اوکی اینی کلر باشه کلر هر کلر که سیت میکنین اینی نه گری است و نه بلک است اینی کلر را سیت کردیم. و دیگه د H2 که هستم د این قسمت د H2 دیگه پایین یک اینی بلو یک کلر یک چی آمده یک لاین آمده. دیگه نوشته میکنیم که اینی ریپ H2 د ریپ H2 هستم و دیگه نوشته میکنیم H2 before و دیگه میگم که کانتنت دیگه کانتنت میگیریم. کانتنت را خالی دیگه میگیریم و دیگه نوشته میکنیم که اینی پوزیشنش که است پوزیشنش چی باشه پوزیشنش ریلیتیو باشه پوزیشنش ریلیتیو باشه و اینی پیج را اوکی ایرا میاریم اوکی و ایرا هم یکمی سکرول میکنیم. پوزیشن اگر پوزیشن ریلیتیو نه ایرا پوزیشن ابسولوت میکنیم. پوزیشن را ابسولوت کردیم و میگم که از لیفت که است از لیفت 0 پیکسل شوه و باتم که است باتم و لیفت اردش 0 باشه و هایتش که است هایتش 3 پیکسل شوه و دیگه ویدش که است ویدش 28 پیکسل شوه و border reduce هم داشته باشه. border reduce چقدر باشه border reduce یک 12 پیکسل border reduce هم باشه. و دیگه نوشته میکنیم که بک‌گراند کلر و بک‌گراند کلر که است دیگه بک‌گراند کلر آلردی پیشتر گرفتیم اینی کلر است و ایرم کنترل اس میکنیم. میبینید دیگه هم اگر از کیبورد کنترل پلاس پرس شوه اوکی یکم زوم کردیم این صحیح شد. ولی میگم دینی دی ریپ که است دیگه پام است و پام فارم که است به استایل سیت میکنیم. دیگه نوشته میکنیم که پام و فارم که است به استایل اوکی فارم او این طرف میاد اوکی صحیح شد. و دیگه میگم که این مارجن داشته باشه. مارجنش چی باشه مارجن از تاپ سپیس میگیریم صحیح بود. نوشته میکنیم که مارجن تاپش باشه 30 پیکسل صفر کنترل اس میکنیم بالکل صحیح شد. این سپیس گرفت 30 پیکسل سپیس گرفت یکمی پایین آمد اینی چی که است فارم که است. ولی دیگه نوشته میکنیم که اینی ریپ به نام ریپر که کلاس که است دو کلاس داخل اوکی پام است و دو فارم که است اینپوت کلاس چی بود
input box input box را کپی میکنیم و دیگه میایم نوشته میکنیم که dot input box هستا و input box که هستا هایت برش ست میکنیم هایتش باشه 52 پیکسل باشه و مارجنش که هستا مارجن دو ویلیو سیت میکنیم ویلیو اولی بخاطر چی است ویلیو دومی بخاطر چی ویلیو اولی که است یعنی ویلیو اولی یعنی تاپ باتم و دیگه شا لیفت رایت میبینین اینی رقمی میآیا یا شو میشه و دیگه میگم که اینی ایرا سکرول میکنیم دیگه نشته میکنیم ای فارم که است د فارم خیر جور میکنیم input box the form که است input box است و the input box که است inputs است inputs که است هایتش دیگه میگم که هایتش 100% شوه و widthش دیگه نشته میکنیم که width و width دالی دیگه نشته میکنیم که این 100 شوه کنترل اس اوکی هر دویش 100 گفتیم برش میگم اوتلاینش که است اوتلاینش نن شوه دیگه یعنی لاین ها که معلوم میشه این باید معلوم نشوه اوتلاینش نن شوه و input.form که است دیگه باید دات کلاس کو نگرفتیم که کلاس نگرفتیم ای دات ضرورت نیست به خاطر استایل هم اپلای نمیشه و پام سپیلنگ هم باز غلط نوشته کردیم اوکی سفر کنترل اس بالکل ایم صحیح شد و اوتلاینش نن و دیگه نوشته میکنیم که پدینگ که است پدینگ دیگه میگم که پدینگ 0 و 15 پیکسل شوه کنترل اس و ایرما یکمی سکرول میکنیم و دیگه نوشته میکنیم که فونت سایزش دیگه کی چیزی است دی فونت سایزش باشه 17 پیکسل شوه اوکی این صحیح شد اینی داخلش ٹیکس که است صحیح است اگر کم زیاد میکنین کم زیاد کده میتونین و پونت ویتش دیگه نوشته میکنیم پونت ویتش 400 شوه و 400 که نوشته شوه این رقم کلان می اگر دیگه زیاد و کم میکنین کم کده و زیاد کرده میتونین نوشته میکنیم بارڈر بگیره بارڈر که است 1.5 و سالید باشه اگر کلر برش دیفاین نکردین بای دیفالت که است بای دیفالت بلک میگیره ما بلک نمیگم باید بلک نباشه و ای یک کلر بی ای اوکی اینی کلر کلیک که میشه اوکی اینی کلر میبینین یک بگراوند داره اما این خوب صحیح است بالکل صحیح است می صحیح است و دیگه که است دیگه نوشته میکنیم که در بارڈر که است دیگه نوشته میکنیم بارڈر بٹن و د بارڈر بٹن with که است دیگه ما بارڈر بٹن نوشت دیگه که است ایسا پر سکرول میکنیم اوکی خب دیگه پایین میگم که نی باید ایرانی را طرف ترانزیشن را سیت میکنیم ترانزیشن که کمی ترانزیشن دیگه ترانزیشن آل شا ترانزیشن آل 0.3 سکند باشه و ایزی شوه اوکی وقتی که ریفرش میکنیم میبینیم ترانزیشن را سیت کردیم و دیگه نوشته میکنیم که بارڈر ریڈیوس داشته باشه بارڈر ریڈیوس 6 بیشتر دو دیگه هم سیت کردیم دیم 6 سیت میکنیم میبینید 6 پیکسل بارڈر ریڈیوس هم دی سیت شد وقتی که پیج را ریفرش میکنی اینی رقم میشه ای چی هستم دی سیت شد دیم سیت شده صحیح است یک ریفرش شو معلوم میشه اوکی این یک ترانزیشن یکم خوب معلوم میشه صحیح است اوکی خب دیگه فاین میم دیگه نوشته میکنیم در کلاس اینی کلاس که است اینی را ما کنترل سی میکنیم میم بس CSS و دیگه نوشته میکنیم input box که است در input box که است input است و وقتی که input فوکس میشه فوکس چی معنی فوکس به این معنی که کلیک میشه اینی رقم میبینید که کلیک میشه یک بک‌گراند میگیره اما دیگه که کلیک میشه هیچ چیز هم نمیشه خب میگم ده input box inputs است وقتی که فوکس میشه دیگه یک کار میکنیم دیگه نوشته میکنیم که dot input box و دیگه نوشته میکنیم input dot valid که valid باشه این رقم نه که invalid باشه و invalid هم چیز بیاد
اگر invalid بود باز دو یک استایل دیگه نوشته میکنیم. برش میگم border color و border color که است که اینی background color که است اینی باید گرفته شود. کلیک که میکنین صحیح است و already خب سفر کنترل اس میکنیم. اوکی صحیح است. حالا میم دیگه نوشته میکنیم فرم دات و دیگه کلاس چی است؟ دو یک کلاس گرفته بودیم به نام پالیسی بود. اینی رو کپی میکنیم. اینی پالیسی فاین که است دات پالیسی که است و با پالیسی میگم که دیسپلی دیسپلی پلکس شوم. وقت دیسپلی پلکس کردین ایده یک کلاس میه و نوشته میکنین الاین آیتمز و الاین آیتمز که است ای هم چی باشه در سنتر بیاید. الاین آیتمز که نوشته کردیم ای هم در سنتر آمد. ولی دیگه د فرم که د فرم اینی که است ایده چی گرفته شده h3 است. دیگه نوشته میکنیم د فرم h3 که است در فرم که h3 است کلرش چنج کو کلرش باشه کلر دیگه یک کلر بر سیت میکنیم اوکی کنترل اس صحیح شد و ایرم سکرول میکنیم و دیگه میگم که فونت سایزش دیگه نوشته میکنیم فونت سایز یک 14 پیکسل باشه که یک زیاد کلان است. صحیح شد فونت سایزش خرد شد. اگر 16 شد بالکل صحیح است یا 15 صحیح است همین 15 صحیح است و دیگه نوشته میکنیم فونت ویدش چقدر باشه مثلا 500 شود صحیح است. ای بولد یک کمی بولد میکنه میبینید و دیگه نوشته میکنیم که مارجن از لیفت چقدر اسپیس داشته باشه 2 پیکسل صحیح است. از لیفت 2 پیکسل میبینین اینی اسپیس که نباشه باز جفت میه یعنی نزدیک میه. دیگه نوشته میکنیم اینپوت باکس و در اینپوت باکس که است در داخل به نام بٹن یک کلاس رو گرفته بودیم اینی است صحیح. دیگه نوشته میکنیم بٹن یک کلاس است بٹن یک کلاس گرفته شده و دو اینپوت است کلرش کلر دیگه نوشته میکنیم اینی کلر صحیح است و اینی تکست کلر شد صحیح است و دیگه نوشته میکنیم که لیترز که است لیتر سپیسینگ که است 1 پیکسل شوه و ایره کمی سکرول میکنیم و دیگه نوشته میکنیم بکگراند یا بکگراند کلر نوشته میکنیم که بکگراند کلر اینی شوه صحیح شد اما این تکست حالی معلوم نمیشه. دیگه نوشته میکنیم کرسیو پوینتر اوکی کلرش هم چنج میکنیم میگم کلر صحیح معلوم نمیشه. دیگه پایین برش میگم د فرم و د فرم که است به نام تکست دیگه یک کلاس گرفتیم. دیگه اینی تکست نیست اینی تکست است و د تکست که کلاس گرفته شده و د او کلاس که است h3 است و د او h3 یک کلر سیت کو و کلرش باشه اینی 33 که پیشترم دو بالا سیت کردیم اینی کلر باشه و ایره هم یک کمی اوکی یک کمی سکرول میکنیم و دیگه نوشته میکنیم که وید و ویدش باشه ویدش 100 شوه ویدش 100 بیایه و دیگه نوشته میکنیم که تکست الاین سنتر و ای هم چی باشه در سنتر بیایه و دیگه پایین برش میگم که د پام که تکست و دو انکر تگ است اینی انکر تگ که پایین است. دیگه نوشته میکنیم پام و د پام که است txt تکست است و ای تکست د تکست که است h3 و در h3 داخل است نه د h3 داخل که انکر تگ است و یک کلر داشته باشه و کلرش هم اینی کلر که د بکگراند یوز شده اینی کلر باشه و دیگه نوشته میکنیم که تکست دکوریشنش نن کو اندرلاین گرفته و هم نن شوه و h ور اگر سیت میکنین h ور هم سیت کرده میتونین h ور چی رقم مثلا اینی را یک کافی میگیریم و دیگه پایین پیست کردیم صحیح و دیگه نوشته میکنیم دبل کوت h ور را سیت کردیم و د h ور اینی را ریموو میکنیم. دیگه نوشته میکنیم که تکست دکوریشن وقتی که تکست دکوریشن یعنی وقتی که ماوس ور میشه یک اندرلاین بیایه و ماوس که ور نمیشه اندرلاین باید نباشه. اینی دی داخل دیگه چی که است سفید کنیم هر کلر کی سیت میکنین مثلا دیگه نوشته میکنیم که اینی h3 که است نی د بٹن بود 3 نیستم یا 3 هستم در بٹن که است h
نه دارت اینی نه 3 هستم. خود اینی قسمت که است اینکر تگ و اینی دات 3 و دات 3 که است کلرش اینی را اینی کلاس اینی را تکس که است برش میگم اینی کلر بگیره سبمیت باید یک کلر بگیره نه اوکی سبمیت یک کار میکنیم این سبمیت کلاسش خونه فرق داره کد باکس نه فرق نداره کجاست این بटन است خو بटन است صحیح شد نه تکس است دیگه صحیح شد بटन صحیح است بटन اینی است بटन و دیجم 3 اوکی صحیح شد دیگه نوشته میکنیم input box و در input box که است در input box که است دوجا بटन است و دو یعنی یکیش ریموو کنیم اوکی دوجا h3 است نه h3 و h3 یک کلر داشته باشه و هم وایت سفر کنترل است کلان میکنیم چرا کلر نمیگیرم راستی دیگه h3 نگرفتیم چیزی نیست و دیگه کلر او input type color صحیح شد دیگه کلر اینی کلر دیگه نوشته کردیم میره ریموو کن ما میگم که دوره چی که است اینا ما فکر کردیم ده چی گرفتیم ده h3 گرفت h3 نیست و کنترل است یعنی صحیح شد اگر بطن آف کنیم تا که رو خانه خالی خود شب بازی آن شد چی رقم میشه چی را؟ اون جایی که نام و پسورد چیزا هست این بطن چالان نباشه مثلا رنگش سفید باشه بازی جاوا اسکریپت دی نمیشه یک لوجیک است نمیشه جاوا اسکریپت است خب نمیشه این کار چیزی که میگه میشه صحیح است و کاری جاوا اسکریپت است ولی از طریق CSS که است این کار را انجام کردن نمیتونیم ولی میشه جاوا اسکریپت بد میکنه این کار یک لوجیک است صحیح است و لوجیک که است بازی دیگه اجرا نمیشه به هر حال اگر خب استایل دیگه کدام استایل دیگه اپلای میکنین و یک دیگه ما میگم این فارم که است اگر سبمیت باید نشود تا که اینا مثلا اگر ما دیگه تانا نیم نوشته میکنیم علی خان سبمیت میکنیم سبمیت میشه نه سبمیت میشه باید کلش پر شود خود چی نوشته کنیم سبمیت و این که مثلا یکیش مثلا پر نمیشه وقتی که سبمیت میکنیم نشانی میده سرخ یا باید سبمیت شه خب الت میگیریم دیجم کلیک کردیم دیم صحیح دیجا نوشته میکنیم require دیدین حالی این را مکمل کلوز میکنیم و این را کنترل اس رایت کلیک میکنیم اوپن ویت لایف سرور این را کلان میکنیم سبمیت کو او اینی تکست را هم چی کردیم خیر رو را جور میکنیم دیجا نوشته میکنیم علی خان سبمیت میکنیم سبمیت نمیشه دیجا باید ایمیل علی خان @gmail.com دیجا پاسورد پاسورد دیجا ضروری نیست که ارتش سیم باشه باید سیم باشه صحیح است اما دیجا ضروری نیست دو خاطر که ما کد نکردیم بهش صحیح است دیگه اینی کلر تا کجا کلر چی دادیم د h3 چی کدام کلر h3 کلر دینی است اگر یک کلر هر کلر که اپلای میکنی کدامش که خوب معلوم میشه اپلای کردن میتونی صحیح خیر بازی رو در جاوا اسکریپت برات کارم میکنیم در جاوا اسکریپت که خواندیم باز دیجا مثلا نیم شوا ایمیل شوا و کرییت پاسورد کنفرم پاسورد که کلیک شو باید اکاونت جور شوا اگر یک کسی اکاونت داشته باشه لاگین ناو کلیک کنه امو نیم پا ایمیل یا از نیم از ایمیل یک چیز باید گرفته شو یا ایمیل گرفته شو یا نیم و دیگه هم پاسورد انتر شو سابمیت که کلیک شو باید یک پیج لاگین شو خوب بود لاگین فرم رجیستریشن فرم که یک رجیستریشن فرم که هست در HTML و CSS چی رقم کرییت میشه سوال مشکل است نیست بس است